سلام دوستان عزیز، با گلچین اخبار چرت و پرت امروز یعنی 11 شهریور در خدمتتون هستیم. بریم که داشته باشیم. مردم اسرائیل کسخلشون در رفته و خوشی زده زیر دلشون و شروع کردن اعتراض کردن و ریختن توی خیابونا به خاطر کم پیش رفتن و شکست‌های پیاپی مذاکرات صلح بین اسرائیل و غزه. حدود 350,000 نفر مردم توی تل‌آویو ریختن توی خیابونا که تبدیل شده به بزرگترین تظاهرات مردمی توی اسرائیل بعد از آغاز جنگ توی 7 اکتبر بر علیه دولت نتانیاهو. حالا هم نتانیاهو دست به خایه مونده که باید چی کار بکنه. اون دختره بود که رتبه 1 کنکور تجربی شده بود. یکی از فرمانده‌های نیروی دریایی ارتش حالا همینطوری پا شده رفته باهاش عکس گرفته. توی سطح شهر یه کسخلی پیدا شده که مثل این هیپیا خواسته تیپ بزنه و یه دونه لنگ پاش کرده. اونتا یادش نبوده که اینجا ایرانه و این کسکلک بازی‌ها بد تموم میشه. حالا هم مردم دارن مسخرش میکنن. و یه ویدیوی جالب و هرس‌درار از این کون بچه ایرانی ببینید که ننش براش صبونه درست کرده و میز صبونه براش دیزاین کرده. لحظه به لحظه این ویدیو اعصاب خوردیه، همراه با کامنت‌های مردم. انجام ندم ولی خب دلم نیومد و گفتم بذار براش یه میز بچینم. قبل از اینکه بیدار بشه ظرفا رو درآوردم و شروع کردم به چیدن صبحانه مورد علاقه. یه بشقاب صبحانه انگلیسی که خیلی دوست داره. بشقاب مورد علاقه‌ش رو با این خوشمزه ها چیدم و یه سوسیس تخم مرغ که بازم خیلی دوست داره. از اینکه خودم عاشق این کارام بی تاثیر نیستا، همه چی رو براش دونه دونه تزیین کردم و یکی یکی بردم روی میز. پشماتون بریزه یا نه، فیلم دونالد ترامپ قرار 20 مهر اکران بشه که یه کارگردان ایرانی به نام علی عباسی ساختتش که قبل از اون کارگردانی چند تا اپیزود از سریال لست آواز و فیلم عنکبوت رو انجام داده. این بنده خدایی که میبینید رضا حجار یا حجار که قهرمان بدنسازیه، به خاطر اینکه مدال طلاش رو تقدیم به دوست دخترش کرده از تیم ملی بدنسازی اخراج شده. این مدال به کی تقدیم میکنی؟ حالا این مدال رو میخوام تقدیم کنم به دوست دخترم. چی؟ دوست دخترم. چند ساله مگه با همین؟ ما الان 3 سال با همین، 3 سال داره زحمت من میکشه واسه مسابقه. چرا نمیگیری؟ ما دیگه میگیرمش ان شاءالله. آقا رضا حجار قهرمان بگیر فیتنس. توی جلسه بازبینی هم بهش گفتن چون کلمه دوست دختر رو به کار بردی آبرو حیثیت برای ما نذاشتی و قراره که اخراجت کنی و واقعا هم اخراج شد که البته مشخص شد نباید به همین راحتی دل بسوزونیم برای هر کسی، چون این آقا قبلا یه مدال به یه بسیجی تقدیم کرده بود. همونطور که میبینید کون همه گوهی دوستان. اون قضیه بود که میگفتن اگه خربزه رو با عسل بخوری ریق رحمت رو سر میکشی. آقا مثل این که اون قضیه کنسله و کل این داستان طبع گرم و طبع سرد کس و شری بیش نیست. و این بود از گلچین خبرهای چرت و پرت امروز. شبتون بخیر.